یکی از پرتکرارترین سوالات توی کامنت های من همیشه اینه که آقا ما اگر توی آلمان رشته هایی مثل پزشکی، دندونپزشکی، داروسازی بخونیم فرصت میکنیم در کنار درس خوندنمون کار هم بکنیم و یه جورایی از پس هزینه های خودمون بر بیایم یا نه. برای همین من تصمیم گرفتم که دیگه به جای اینکه توی کامنت ها همجوری ریز ریز جواب بدم یه ویدیو کامل براش درست بکنم و یکم جامع‌تر کلا توضیح بدم که آیا این امکان پذیر هستش یا نه. توی این ویدیو من قرار راجع به این موضوع ها صحبت بکنم. اینکه ما اون دانشگاهی که توش هستیم چه تأثیری داره روی اینکه چقدر بتونیم کار بکنیم و اینکه ما کلا چقدر اصلا توی این رشته ها پزشکی، دندون، دارو باید درس بخونیم، اصلا چقدر فرصت میکنیم که کار بکنیم، چقدر وقتمون آزاده. بعد میام راجع به انواع کارها صحبت میکنم که اصلا آدم به عنوان دانشجو توی چه جاهایی میتونه کار بکنه. بعدم یه صحبتی راجع به این میکنیم که آدم چقدر لازم درآمد داشته باشه تا بتونه کلا دیگه مستقل با درآمد خودش زندگی بکنه. و در آخرم یه نکته راجع به رشته دندون پزشکی میگم که یه تفاوتی با بقیه رشته ها میکنه از لحاظ هزینه‌ای. برای کسایی که تازه وارد این کانال شدن، من خودم و این کانال رو یه معرفی بکنم که من آرشم و توی آلمان دندون پزشکی میخونم و توی این کانال محتواهای مختلفی مربوط به کلا زندگی توی آلمان و تحصیل و پذیرش و اپلای و شرایط دانشگاه‌ها و خیلی چیزای مختلف میذارم. برای همین خیلی خوشحال میشم که این کانال رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی و میتونی وارد کانال بشی و ویدیوهایی که تا الان آپلود کردم رو هم نگاه بکنی. مطمئنم اگر که تصمیمت روی اینه که توی آلمان ادامه تحصیل بدی، مخصوصا برای رشته‌های پزشکی، دندون، دارو، ویدیوهای این کانال میتونه خیلی خیلی بهت کمک بکنه. مسئله اول اینه که آقا ما وقتی که این رشته ها رو میخونیم که میدونیم به هر حال مطالبش کم نیست و آدم زیاد در طول ترم با درس خوندن مشغوله، چقدر کلا باید درس بخونه؟ اصلا ما وقت آزاد داریم نداریم؟ اینجور داستان. اولا که این که آدم چقدر باید درس بخونه یه ذره چیز شخصی، به هر کسی بستگی داره که مدل درس خوندنش چجوری باشه. ولی از نظر من آدم اگر بخواد با خیال راحت پاس بکنه درس ها رو و کلا مطمئن جلو بره، طوری نیست شرایط که آدم بتونه در طول ترم کار خاصی نکنه، تفریح بکنه فقط و در نهایت هم با خیال راحت درساشو جلو ببره. آدم اگر بخواد که خوب پیش بره لازمه که از همون اول شروع ترم تا آخر امتحانا خوب با کلاسا جلو بره، خوب درساشو همون موقع بخونه و خلاصه چیزی رو نذاره برای بعدن. برای همین به نظر من به طور معمول آدم اینجوریه که از اول هفته تا آخر هفتهشو، حالا به جز آخر هفته ها مثلا اوایل ترم، لازمه که درس بخونه و برای همین یه برنامه‌ریزی خیلی خوبی آدم نیاز داره بین اینکه کار و درسش رو بتونه از هم دیگه جدا بکنه. حالا دانشگاه خیلی میتونه تو این قضیه تاثیرگذار باشه که آدم چقدر بتونه کار بکنه. چون که مثلا دانشگاه ما توی مثلا درس بیوشیمی خیلی خوب همه کلاس‌ها رو کامل ضبط می‌کردن و آپلود می‌کردن برامون کلاس‌ها رو، کلاسایی که اجباری نبود. چون ما چند مدل کلاس داریم. توی ویدیویی که اینجا براتون میذارم لینکشو، انواع مختلف کلاس‌ها رو توضیح دادم. توی اون کلاسایی که ما در واقع میتونیم حاضر باشیم، میتونیم حاضر نباشیم، برامون این کلاس‌ها رو کامل ضبط می‌کردن و ما میتونستیم هر موقع که تایم داشتیم بشیم نگاه بکنیم اینا رو. موقعی که استاد داره درس میده وسطش استاپ بکنیم، جدا خودمون بریم سرچ بکنیم، بهتر متوجه بشیم، بعد دوباره ادامه ویدیو رو نگاه بکنیم و این خیلی خیلی به ما کمک می‌کرد. اما اگر که مثلا دانشگاه طوری باشه که ویدیوها رو ضبط نکنه و شما مجبور باشین همیشه موقع کلاس برین، حتما سر کلاس درس رو گوش کنین، به نظر من هم بازدهی آدم خیلی پایین میاد، چون که ممکنه شما چیزی رو نفهمین و استاد رد میشه میره. ولی وقتی آنلاین هست شما میتونین استاپ کنین، برین یه سرچ بزنین، متوجه بشین کامل، بعد ادامه ویدیو رو نگاه بکنین. و هم اینکه اون موقع شما باید برنامه کارتون رو خیلی بتونین هماهنگ بکنین با کلاساتون، ولی اونطوری شما میتونین جدا هر موقع که بخواین در واقع مثلا این کلاس‌ها رو ببینین. این خودش مثال برای این که دانشگاه چقدر تاثیرگذاره. یا مثلا اینکه دانشگاه چند روز در هفته کلاس اجباری براتون بذاره و چند روز در هفته کلاس طوری باشه که بتونین نرین، هم بازم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه شما چقدر میتونین در طول هفته کار بکنین و برنامه‌تون چه شکلیه. حالا من اول میخوام یه دسته‌بندی بکنم کارهایی رو که آدم کلا به عنوان دانشجو به طور معمول میتونه انجام بده توی آلمان. من اینجوری دسته‌بندی کردم کارها رو. یکیش کارهاییه که شما به هیچ مهارت خاصی نیاز ندارین و هر کسی هم برای اون کارا میتونه اقدام بکنه و شانس شما با بقیه یکیه. مثال میزنم، مثلا کار توی رستورانا و لباس فروشی‌ها و هر فروشگاه دیگه‌ای. اینا طوریه که شما عملاً فرقی با بقیه نمی‌کنی و میتونی بدون هیچ مهارت خاصی براشون اقدام بکنی و معمولاً هم حقوق پایه رو بهتون میدن یا شاید یه ذره بیشتر. دسته بعدی کارها
کارایی هستن که باز هم شما به مهارت خیلی خاصی نیاز نداری، یا اگر هم نیاز داشته باشی توی یه مدت خیلی کوتاهی بهت یاد میدن همونجا این کار رو. اما مسئله اینه که شما صرفاً به واسطه این که دانشجوی این رشته ها هستی خیلی راحت تر میتونی این کارا رو بگیری. شما اگر رشته های پزشکی، دندون پزشکی بخونی خیلی راحت میتونی، خیلی راحت که حالا خیلی امکانش هست که شما بتونی کمک پزشک وایستی، کمک دندون پزشک وایستی و هر کاری هم که قرار اونجا بکنی و در طول یه مدتی بهت یاد میدن تا بتونی به عنوان نیروی کمکی دانشجویی توی مطب‌ها کار بکنی. و این خب خیلی خوبه، چون که تو اولا که معمولا حقوقت بهتر از جاهای دیگه است، شرایط کاری توی مطب‌ها، داروخونه ها، اینجور جاها خیلی شرایط کاری بهتری نسبت به مثلا فروشگاه ها. و از همین مهمتر که شما تجربه کسب میکنی وقتی توی اینجاها کار میکنی. حتی اگر کار خیلی مهمی هم انجام ندی، به هر حال توی محیطی به هر حال آشنا میشی با سیستم‌های مختلف و به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه به آدم. دسته بعدی کارهایی هستن که دیگه شما با مهارت خودتون اون کارا رو انجام میدین و هر کسی نمیتونه این کارا رو انجام بده. مثلا شما اگر نوازنده خیلی خوبی هستین میتونین برای بقیه کلاس موسیقی بذارین. اگر توی ریاضی خیلی مهارت دارین میتونین کلاس خصوصی دوباره بذارین برای بچه‌های حتی آلمانی خیلی هستن که این کارو میکنن، کلاس خصوصی میذارن. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم میخواستم بگم که اگر فکر میکنی که این ویدیو تا همینجا برات مفید بوده، خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنی تا یوتیوب بفهمه که این ویدیوی مفیدی هست و به افراد بیشتری که به این ویدیو احتیاج دارن نشونش بده. به جز این دسته کارهایی که گفتم، توی دسته اول آدم میتونه دوباره به صورتهای مختلفی کار بکنه. هم میتونین شما برین مستقیم مثلا توی یه فروشگاهی اگه میخواین کار بکنین توی دسته اول، برین اونجا و خیلی عادی استخدام بشین، قرارداد بنویسین و به صورت ثابت هفتگی 1 ساعتی کار بکنین اونجا. و هم یه شرکت هایی هستن اینجا، یه اپلیکیشن هایی در واقع که مثلا 2 تا مثالش میشه مثل زن جاب و جاب ولی. اینا اپلیکیشن هایی هستن که مخصوص دانشجوها هستن و شما توی این اپلیکیشن ها هم میتونی به صورت ثابت و نکته اساسیش اینه که میتونی به صورت یک تک شیفتی مثلا شغل و کار برداری. یعنی اینجوریه که شما اپلیکیشن رو باز میکنی، توش نوشته که آقا فلان فروشگاه فلان روز ساعت فلان تا فلان کمک نیاز داره. شما میتونی بری اونجا، همونجا 4 تا کلیک میکنی، اپلای میکنی برای اون کار و معمولا هم اوکی میشه. میری همون شیفت کار میکنی، مثلا 5 ساعت 8 ساعت اونجا و دیگه با اونجا شما هیچ کاری نداری، پولتو برات میریزن، تمام میشه میره. بعدن اگه بخوای دوباره میتونی اپلای بکنی. از لحاظ فلکسیبیلیتیش خیلی خوبه، چون که شما میتونی هر وقت که دیدی بیکاری و میخوای کار بکنی از این اپلیکیشن استفاده بکنی. ولی چیزی نیست که خیلی پیشنهاد بشه که آدم کلا روی این حساب بکنه، چون که پیشنهادهای شغلیش اونقدر زیاد نیستش که شما دیگه پوشش بده کامل اون درآمدی که میخواین داشته باشین معمولا. خب من تا الان ذره توضیحات کلی دادم تا شما یه ذره دیدتون نسبت به مسئله کار کردن بازتر بشه. حالا یه ذره وارد عمق‌تر بشیم. یه چیزی وجود داره توی آلمان به اسم مینیمم حقوق که الان فکر میکنم حدود 12 یورو و 40 سنت به ازای هر ساعته، ولی اکثر جاها از این حقوق بیشتر میدن معمولا. خب ما اگر حقوق رو 13 یورو در نظر بگیریم و شما 20 ساعت در هفته کار بکنی و ماهانه درآمدت میشه 1040 یورو. این درآمدی که شما معمولاً به صورت دانشجویی میتونی باهاش خرج زندگیت رو بدی. حالا باز این که چقدر ماهانه خرج میکنی خیلی بستگی معمولاً به اجاره خونه داره، خیلی از همه چیز مهمتره، و بعدش هم به این که شما کلاً سبک زندگی چجوریه دیگه، چقدر رستوران میری، چقدر لباس میخری و چیزای دیگه. سوال اساسی از اول این بودش که ما میتونیم با در کنار درس خوندن توی این رشته هایی که درسای سنگینی دارن کار بکنیم یا نه. من میخوام اینو بگم که اولا همونطور که گفتم به دانشگاه میتونه خیلی بستگی داشته باشه، و در درجه بعدی میخوام اینو بگم به طور کلی که خیلی به خود شما بستگی داره این قضیه. چون شما وقتی بیاین به دور و برتون نگاه بکنین، وقتی که میاین وارد دانشگاه میشین میبینین همه جور آدم وجود داره. الان توی همین دور و بر من افرادی هستن که همین 20 ساعت در هفته رو کار میکنن، درساشون رو هم خوب پاس میکنن و دارن کلا همه چیز رو با هم جلو میبرن. ولی مسئله اینه که این کار راحتی نیست، کاریه که شما به برنامه ریزی و تلاش زیاد احتیاج داری. ولی سوال اینه که آیا شدنیه؟ من میگم بله شدنیه، چون که من دارم میبینم افرادی رو که دارن این کار رو میکنن و ما داریم تازه راجع به 20 ساعت به اون حقوق مینیمم صحبت میکنیم. شما اگر کارایی رو بکنی که حقوق بیشتری بتونی داشته باشی، خب با کار کمتر هم میتونی همون حقوق رو داشته باشی.
ما راجع به حقوق مینیمم داشتیم صحبت میکردیم. ولی میخوام اینو بهتون بگم که داشتم راجع به طیف مختلف افرادی که هستن صحبت میکردم. همونطور که کسی هستش که 20 ساعت در هفته کار میکنه و همه کاراشو خوب جلو میبره، کسی هم هست که 20 ساعت در هفته کار میکنه ولی نمیتونه درساشو پاس بکنه. کسی هم هستش که مثلا 10 ساعت در هفته کار میکنه، درساشو پاس میکنه. کسی هست که کلا کار نمیکنه، درساشو پاس میکنه. کسی هست که کار نمیکنه، درساشو هم میفته. یعنی آدم خیلی بستگی داره که خودش چقدر تلاش بکنه، چقدر براش مهم باشه، اولویتاش چی باشن. ولی باز دوباره برمیگردیم به سوال اول که آیا درس خوندن و کار کردن کامل اینا با هم ممکن هست یا نه؟ و جواب نهایی اینه که آره ممکن هست، راحت نیست و به برنامه‌ریزی خوب و پشتکار کافی احتیاج داره. در آخر من یه چیزی رو باید بگم راجع به رشته دندون پزشکی. اونم اینه که شما توی این رشته یکم هزینه‌های بیشتری دارید، چون که شما مواد و متریال‌های مختلفی هست که مخصوصا از ترم 5 به بعد که کارهای عملیتون بیشتر میشه باید اینا رو خودتون بخرین. اینکه ماهانه دقیقاً چقدر و آدم حدوداً چقدر برای رشته دندون پزشکی خرجش میشه من احتمالاً بعداً یه ویدیوی جامع‌تری درست بکنم. اما توی این ویدیویی که این بالا براتون میذارم شما میتونین توضیحاتی که من کلا راجع به رشته دندون پزشکی دادم رو ببینین و توی این ویدیو راجع به هزینه ها هم صحبت کردم تا حدی. امیدوارم توی این ویدیو تونسته باشم یکم جامع‌تر جواب داده باشم و خلاصه که اگر سوالی داشته بودین با این ویدیو برطرف شده باشه. اگر این کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین لطفا این کار رو انجام بدین تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندین و هر چیزی بود زیر ویدیو کامنت بذارین و لطفا ویدیوها رو لایک بکنین تا یوتیوب بفهمه که این ویدیوی مفیدی بوده برای شما. فعلا